أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در آیات گذشته نمونه از تخویف دنیوی خواندیم. اولین نمونه از قوم نوح علیه السلام بود که خداوند فرمود و اغرقنا الذين كذبوا بآیاتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرین. نمونه دوم مال قوم موسی هست که اون نمونه شروع شده. بخشی از آیاتش را خواندیم که فرعون به معجزه موسی علیه السلام جادو گفت و به موسی جادوگر گفت و جادوگران را به مبارزه طلبید و تا اینجا که موسی علیه السلام بر جادوگران پیروز شد. و یحق الله الحق بکلمات. خداوند عزوجل حق را غالب میگرداند چون وعده کرده. منظور معجزه را بر جادوگران شکست خوردند. اما فما آمن لموسی الا ذریة من قومه. به موسی ایمان نیاورد مگر اولادی از قوم موسی یا افرادی از قوم موسی علی خوف من فرعون، بر بیم و ترس از فرعون و ملئهم، از درباریان فرعون، از حکام و اشراف دربار فرعون می ترسیدند. بر چی؟ الا ان یفتنهم، بر اینکه اونها را به عذاب، به فتنه، به مصائب گرفتار کنند. چرا؟ دلیلش اینه که و این فرعون لعال فی الارض. فرعون در زمین متکبر بود، فرعون در زمین غرور داشت. و انه لمن المسرفین، از مسرفین و متجاوزین و از کسانی که هیچ حد و مرز انسانیت را نمی شناسند بود. او دیگه در هر حدی، در هر مسئله از حد می گذشت. پس موسی علیه السلام وقتی که این احوال را دید که فرعون بسیار ظالم هست، بسیار ستمگر هست و قوم هم سخت می ترسد و خیلی پریشان هست، آنان را تلقین به توکل کرد. گفت که شما بر خدا توکل کنید، بر خدا اعتماد کنید، خدای عزوجل شما را یاری می کند. همیشه اهل حق ولو اینکه مظلوم باشند، قلیل باشند، اندک باشند، باید در مقابل ستمگران از خدا استمداد طلبند و توکل کنند.
چنانچه موسی گفت و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله. موسی گفت ای قوم اگر شما ایمان به خدا آوردید، ایمان به خدا دارید، فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین، فقط بر او توکل کنید اگر شما منقاد و تسلیم دستور او هستید. قوم هم گفت ما توکل کردیم. فقالوا علی الله توکلنا، آنان گفتن فقط و فقط بر الله توکل داریم. بعد از توکل این دعا، این مناجات، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، بار اله ما را فتنه برای قوم ظالم قرار نده، ما را مصیبتی و آلی برای عذاب و شکنجه آنان قرار نده، و نجنا برحمتك من القوم الكافرین، و بار اله ما را نجات بده برحمتت، بسبب رحمتت از قوم کافرین. خب برای قبولیت دعا الله عزوجل به موسی و بنی اسرائیل دستور داد که طاعت و عبادت بکنن. ببینید همیشه وقتی که سختی ها میاد، مشکلات میاد، باید به خدا، باید به نماز، به عبادت و سجده رجوع کرد. لذا الله تعالی دستور داد که شما، این قبولیت دعا هست، دستور داد که شما نماز بخوانید، شما خونه هایتون را قبله درست کنید. و اوحینا الی موسی و اخیه، ما وحی کردیم به موسی و برادرش، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، اینکه جا درست کنی برای قوم خودتان در مصر خانه هایی، یعنی خانه برای خودتان درست کنید. و جعلوا بیوتکم قبله، و خانه های خودتون را قبله قرار بدهید. و اقیموا الصلاة، این علاج نجات، راه حل نجات، نماز برپا بدارید. الله عزوجل دستور دادن که خانه هایتون را قبله. چطور خانه ها قبله قرار بگیرد؟ بعضی ها این را توجیه کردن، گفتند که خانه درست کنید خانه هایتون روبرو باشد، قبله یعنی متقابل، خانه هایتون روبرو باشد که هر وقتی که دستور رسید برای کوچ کردن، برای هجرت کردن، فوراً برید. ولی این توجیه ضعیف است. اینجا بحث نماز هست و اینجا بحث عبادت است. نجات از فرعون، راهکار نجات از فرعون در چی هست؟ در طاعت است، در بندگی هست، در عبادت است. بنابراین بعضی دیگه گفتن که واجعلوا بیوتکم قبله، قبله به معنی عبادت خانه، جای عبادت. ببینید ما خواندیم در حدیث شریف که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود جعلت لی الارض مسجدا، تمام زمین برای من چی هست؟ مسجد هست، جای سجده هست. و این حدیث که گفته شده، این از احادیثی است که در این حدیث خصائص و ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده. یعنی پیغمبر محبوب ما چند تا خصوصیت داره، چند تا ویژگی داره. یکی همون که نصرت بالرعب مسیرت شهر، به اندازه یک ماه خداوند رعب من را بر دشمن افکنده، یعنی به اندازه مسافت یک ماه، و خدا مرا یاری کرده. و دیگه در همون حدیث هست اوتیت جوامع الکلم، خداوند به من جوامع الکلم داده. و در همون حدیث هست که جعلت لی الارض مسجدا. پس این خصوصیت پیغمبر محبوب خداست که همه زمین برایش مسجد است. چون که در ادیان گذشته اینطور بوده که بغیر از معبد، بغیر از عبادت خانه و مسجد، در جای دیگه عبادت روا نبوده، عبادت جایز نبوده.
بس وقتی که بنی اسرائیل به این مشکل مواجه شدند، الله عزوجل به اونها دستور داد واجعلوا بیوتکم قبله، شما خانه هایتون را مسجد بگیرید. یعنی شما اجازه دارید، چون که شما در عبادت خانه برید، در مسجد برید، فرعونی ها اذیتتون میکنند، فرعونی ها شما را، مسجد شما را از بین میبرند، لذا شما در خانه نماز بخوانید، به شما اجازه است. این استثنایی هست که خداوند عزوجل برای اسرائیلی ها، بنی اسرائیلی ها قرار داد. لذا الله می فرماید واجعلوا بیوتکم قبله، خانه هایتون را قبله قرار بدید، یعنی مسجد که اونجا نماز بخوانید. و اقیموا الصلاة، و نماز را برپا بدارید. و بشر المؤمنین، مؤمنین را مژده بده. مژده برای چی؟ مژده برای نجات از فرعون. یعنی الله تعالی میفرماید شما به عبادت من مشغول بشید، من شما را نجات میدم. این هم بدونید که نجات از هر ستمگر کلیدش در نماز است، در عبادت است، در نیایش با خدای عزوجل است. به همین خاطر رسول محبوب خدا صلی الله علیه و سلم هرگاه که برایشون مشکلی پیش می آمد متوجه نماز می شدند. در خندق وقتی که در محاصره بودند همش نماز می خواندند، دعا و نیایش می کردند. پس این سیرت پیامبران است و دستور خدای عزوجل است. برای ما مسلمانان هم همیشه راه برون رفت از مشکلات، نجات از مصائب اینه که ما نماز بخوانیم، متوسل به رب بشیم و رب را به کثرت سجده کنیم. پس وقتی که نماز خواندید و بشر المؤمنین، این اعلام نجات است، این مژده هست، مؤمنان را مژده بده. حال این دعا بعد از عبادت است. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه. موسى این دعا را کرد بار الها به فرعون و درباریانش دادی زینت و زیبایی دنیا، اقتصاد خوب، و اموالا فی الحیات الدنیا، و مال زیاد دادی، ثروت زیاد دادی در زندگی دنیا. ربنا لیضلوا عن سبیلک، بار الها اینها را به خاطر اینکه آنان گمراه کنند از راحت. این لام عاقبت است. خدا نداده که اونها گمراه کنند مردم را، جلوی مردم را بگیرن، گردن کلفتی کنند، بلکه لام عاقبت، یعنی خدای اینها را دادی نتیجه و عاقبت این میشه که اونها از در این را اینها را مصرف میکنن. ربنا طمس علی اموالهم، بار الها بر مالهایشان، مالهاشون را محو کن، نابود کن. واشدد علی قلوبهم، دلهایشان را سخت کن. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، ایمان نیاورن حتی که عذاب دردناک را ببینن. منظور اینه موسی علیه السلام که از طریق وحی خبر دارد که اینها ایمان دیگه نمی آورند. پس دعای موسی این هست که واجعلها قاسیة واطبع علیها، همونطور که تو فرمودی اونها را سخت و سنگ بگردان و بر اونها مهر بزن. حتی لا تنشرح للایمان کما هو قضیة شأنهم، روح المانی، تا اینکه برای ایمان انشراح پیدا نکند. همان گونه که شأنشون همین است، قضیه اونها همینه. خدا بهش گفته که این چنین هستن، اینا دیگه مهر خوردن، ایمان نمی آورند. موسی به همون چیزی که از طرف خدای عزوجل مطلع است دعا می کند. موسی الله عزوجل اعلام اجابت می کند. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما،
الله می فرماید همانا اجابت شد دعوت شما ای موسی شما و هارون فاستقیما شما استقامت کنید در تبلیغ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون شما پیروی نکنید از راه و مسیر کسانی که نمیدانند جاهلند وجاوزنا ببنی اسرائیل این تتمه داستان موسی هست الله می فرماید ما عبور دادیم بنی اسرائیل را از دریا فاتبعهم فرعون دنبال کرد پیروی کرد آنان را فرعون و جنوده و جنود فرعون بغیا و عدوا از روی ظلم و تعدی هدفشون ظلم بود میخواستن بنی اسرائیل را بر بنی اسرائیل ستم کنند بکشند از بین ببرند حتی اذا ادرکه الغرق حتی وقتی که فرعون را دریافت غرق فرعون با اهلش با حشمش با لشکریانش همه غرق شدن قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل گفت من ایمان آوردم به اون ذات آمنتو ایمان آوردم بر این مطلب که لا اله هیچ معبودی لایق عبادت نیست مگر آن ذاتی که آمنت به بنو اسرائیل ایمان آورد به آن بنی اسرائیل و انا من المسلمین اعتقادا و عملا بنویس من منقادم تابعم هم اعتقادا هم عملا الله تعالی دیگه نپذیرفت قبلا خواندیم ایمان غرغره هست الان سرزنش است آیا الان آیا حالا وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین همانا نافرمانی کردی تو قبل از این یعنی قبل از معاینه عذاب و از مفسدان بودی لذا فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا امروز ما بدنت را نجات می دهیم تاکه برای بعدی ها عبرت باشه ننجیک ببدنک بدن به این معنا که بعضی همین ظاهر بدن ظاهری گفتند که ما اون را نگه می داریم تا مردم ببینند تا برای بعدی ها عبرتی باشه الان حتما منظور از نجات این باشد که تا قیامت در موزه گذاشته بشه چون که بعضی روی این بدن و جسد فرعون که امروز هست و به عنوان فرعون گذاشته شده در موزه بعضی ها تردد دارن میگن این اون نیست والله اعلم لذا منظور از این برای همون افرادی که اون زمان بودند برای اونها عبرت چون بعضی مفسرین این مطلب را هم گفتند که بنی اسرائیل چنان مرعوب بودند چنان از فرعون می ترسیدند و اثر گذاشته بود فرعون بر قلب و قالب اونها باور نمی کردن فرعون هلاک بشه اگر فرعون جسدش پیدا نمی شد اونها فکر می کردند که چی؟ فرعون از بین نرفته به این خاطر الله تعالی میخواست که آیه‌ای باشد عبرتی باشد الله عزوجل نجات داد و نشان داد تا ببینن مطمئن بشند حتی تو روایات اسرائیلی نوشته که اونها وقتی که جسد فرعون بود و فرعون مرده بود جرأت نداشتن نگاه بکنند می ترسیدن بیان نزدیک چنان مرعوب و رعب بر همه وجود اونها مستولی بود بنابراین الله این را گذاشت تا که عبرتی برای بعدی ها باشد اینجا دیگه وعده ای نیست که حتما تا قیامت این بدن و این جسد چی محفوظ باشد و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون اما بسیاری از مردم از آیات ما بیخبرند غافلند ولقد بوأنا بني اسرائیل مبوأ صدق ورزقناهم من الطیبات بعد از غرق فرعون الله می فرماید ما جای دادیم بنی اسرائیل را مبوأ صدق
جای دادن خوبی. صدق اینجا معنی خوب هست، صادقانه. منظور از مبوع صدق ملک مصر و ملک شام هست که اینها دو ملک پر از نعمت بودن، پر از امکانات و حکومت. الله می فرماید ما اونها را اونجا جا دادیم و رزقناهم من الطیبات، انواع طیبات، انواع رزق ما بهشون دادیم. اما بنی اسرائیل این امت اجابت هم بر مسیر حق نماند، اینها هم اختلاف کردند بعد از موسی علیه السلام. اختلاف چه کسی انداخت؟ فما اختلفوا حتی جاءهم العلم، اختلاف نکردند حتی که علم آمد. یعنی بعد از اینکه علم آمد، اهل علم اختلاف را ایجاد کردند بعد از دانش، بعد از دانستن همه چیز. الله تعالی می فرماید تخویف اخروی: ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، الله بینشان فیصله می کند در روز قیامت. فیما کانوا فیه یختلفون، عملا فیصله می کند در آنچه که اونها اختلاف داشتند. فإن كنت في شك فاسأل الذين مما انزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. این تخویف دنیوی هست، گرچه اینجا به ظاهر خطاب رسول الله را هست که اگر تو شک داری از آنچه که ما نازل کردیم. خب رسول الله که شک نداشتند، هر کسی اگر شک بکند، رسول الله که می دیدند که بر من وحی می آید، ایشون از همه کس مطلع تر بود. بس فإن كنت فی شک، گرچه بعضی گفتم بالفرض والمحال، ولی توجیه بهتر اینه که این فإن كنت فی شک در واقع سخنی هست که رسول الله باید به کافر بگه، به منکر بگه. به این خاطر بعضی از علما گفتند، قرطبی چی نوشته؟ قال ابو عمرو محمد ابن عبدالواحد الزاهد سمعت الامامین ثعلب والمبرد، من از دو امام بزرگوار، امام ثعلب و امام مبرد شنیدم که اونها می گفتن معنی این آیه این است: فإن كنت في شك ای قل یا محمد للکافر فإن كنت في شك، ای محمد به منکر بگو، به کافر بگو، فإن كنت في شك مما انزلنا الیک. قرطبی: پس اینجا خطاب رسول الله راست که این جمله را به کی بگوید؟ به مخالف، به منکر. لذا به اون کافر بگو فإن كنت في شك مما انزلنا الیک، اگر تو شک هست داری از آنچه که ما نازل کردیم به سوی تو، یعنی به سوی محمد. یقرأ فاسأل الذین یقرؤون الكتاب، این دلیل نقلی از اهل کتاب. سؤال کن از آنانی که کتاب میخوانند، تورات و انجیل میخواندند، من قبل که قبل از شما در اون تورات و انجیل بشارت و مجده پیامبر خاتم آمده. لقد جاءك الحق من ربك، همانا حق از جانب ربت آمده. فلا تکونن من الممترین، هرگز نباش از شک کنندگان. این درجه اوله که هرگز شک نکن، و درجه دوم على سبیل الترقی: ولا تكونن من الذين كذبوا بآیات الله، وقتی که شک نکردی اصلا از مکذبین نباش، آنانی که تکذیب میکنه آیات خدا را. فتكون من الخاسرین، اون وقت از زیانکاران میشی. این نتیجه امتراء و تکذیب است، خساره. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، تسلی برای پیغمبر خداست. الله میفرما اونهایی که چه کسانی ایمان نمی آورند؟ اونهایی که حقت علیهم کلمت ربک، منظور از کلمه بالعذاب بنویسید. اونهایی که ثابت شده، اونهایی که برای اونها از سوی الله عزوجل محقق شده، فیصله شده. چی فیصله شده؟ کلمت ربک، کلمت ربک بالعذاب، یعنی وعده رب برای عذاب برای اونها فیصله شده. اونها لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. پس
الله تعالی فیصله کرده که اینها ایمان نمی آورند. ولو جاءتهم کل آیت، اگر بیاوری هر آیه، هر نشانی، حتی که ببینه عذاب علیم را. خب عذاب علیم را که ببینن دیگه آیا ایمان می آورند؟ بله ایمان می آورند، ولی اون ایمان درد نمیخوره، اون ایمان فایده ندارد. خب ایمان پس به وقت عذاب فایده ندارد. الله عزوجل بیان می فرماید که همه اقوام که این عذاب را و آثار عذاب را مشاهده کردند ایمان نیاوردند. چرا ایمان نیاوردند؟ الله تعالی مورد سرزنش و زجر قرار داده. زجر است مگر فقط یک قوم ایمان آورد، اون قوم یونس علیه السلام بود. اونها ایمان آوردن. خب ببینید این ایمان آوردن اونها به وقت عذاب نبود، قبل از عذاب، وقتی که آثار عذاب را دیدن. بقیه قوم ها مثل قوم عاد مثلا آثار عذاب را میبیند چنان غافل است، میگه این هذا ممطرون عارض ممطرنا، ابر را میگه ابری هست که ما را باران میده، یعنی اصلا او را عذابی نمیداند. پس قوم یونس فقط وقتی که آثار و علائم عذاب را دید ایمان آورد. آثار و علائم عذاب را دیدن و ایمان آوردن به وقت هست، اما خود عذاب شروع شدن این به وقت نیست. الله می فرماید فلولا کانت قریه آمنت، چرا هیچ قریه ایمان نیاورد که فنفعها ایمانها، که نفع بدهد به او ایمانش، الا قوم یونس، مگر قوم یونس. لکن قوم یونس آمنو، ایمان آورد. بقیه چرا ایمان نیاوردن؟ ببینید عرض کردم منظور آثار عذاب را دیدن، علائم اولی را مشاهده کردن. چرا ایمان نیاوردن؟ عین عذاب که ایمان آوردن خیلی ها آوردن، بعضی را خدا ذکر کرد، بعضی را خدا ذکر نکرد. مثلا فرعون را خدا ذکر کرد، الان هم خواندید، اون به درد نمیخورد، اون که خود عذاب را ببیند در عذاب واقع بشود. اما قبل از اینکه آثار مشاهده میکند ایمان بیاورد. تفسیر کبیر امام رازی گفته هلا کانت قریه واحده من القرى، چرا نبوده هیچ قریه از قریه هایی که ما التي اهلکناها ما هلاک کردیم، تابت عن الكفر و اخلصت فی الایمان، چرا هیچ قریه توبه نکرد از کفر و در ایمان مخلص نشد قبل معاینه العذاب، قبل از اینکه عذاب را ببیند، مگر قوم یونس. مگر قوم یونس آیا قبل از معاینه عذاب؟ بله، ولکن قوم یونس لما آمنوا فعلنا بهم کذا و کذا. اما قوم یونس وقتی که ایمان آوردند ما با اونها اینگونه رفتار کردیم، کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ما دور کردیم از اونها عذاب ذلت بار را در زندگی دنیا. ببینید یونس علیه السلام پیغمبری هست که مقداری درباره یونس اختلاف است که یونس از کدوم پیغمبران. بسیاری هستند که یونس را از انبیاء بنی اسرائیل برشمردند، گفتن یونس هم از بنی اسرائیل هست و بعضی گفتن یونس از بنی اسرائیل نیست. یونس علیه السلام پیغمبر خدا بود که در نینوا بود و در نینوای عراق و در موصل. اونجا یونس علیه السلام مبعوث شده بود و یونس قوم را تبلیغ کرد. اما اینکه یونس چه وقت رفت هم اقوال مختلفی نوشتند. بعضی نوشتند یونس علیه السلام وقتی که قوم را ارشاد کرد قوم مسخره کرد، قوم کفر کرد و مسخره کرد. یونس علیه السلام ناراحت شد و قوم را بددعا کرد و قوم را ترک کرد. یعنی هنوز
دستور رفتن بهش نرسیده بود، دستور ترک کردن قوم نرسیده بود. لذا یونس اجتهاد کرد و دعا کرد، گفت خدا شما را به عذاب گرفتار کند، خدا شما را مؤاخذه بکند. این گفت و ترک کرد، ناراحت شد، قهر کرد. الله عزوجل نپسندید اینو. بعضی گفتن نه، یونس زمانی ترک کرد که از طرف الله عزوجل به یونس خبر رسید که عذاب نزدیک است می آید. حتی یونس گفته بود که 20 روز بعد یا 40 روز بعد عذاب می آید. اما هنوز خدای تعالی دستور بهش نداده بود که بره، چون که اصول این است که وقتی که در میان قوم انبیا باشند عذاب نمیاد. به انبیا اول دستور داده میشه که از شهر بره. فاخرجنا من کان فیها من المسلمین فما وجدنا غیر فیها بیت من فاخرجنا من کان فیها من المسلمین فما وجدنا فیها غیر بیت من المؤمنین. یعنی همه را خداوند بیرون کرد، بعداً عذاب آورد. همون یک خانه بود، یک اهل بیت بود، قوم لوط، حضرت لوط علیه السلام خانه اون. پس الله عزوجل بعد از اینکه بیرون کند، دستور بیرون کردن بده، بعداً عذاب می آورد. تا زمانی که پیغمبر در میانشون باشه نمیاد. لذا یونس فکر کرد تا زمانی که من باشم عذاب نمیاد. رفت که عذاب بیاد. خب بدون اجازه، بدون دستور رب بود، اجتهاد بود. الله عزوجل این را نپسندید. میگویند یونس علیه السلام رفت از دجله، دریای دجله مسیری بود به طرف شام. یک شهری بود، ترسیس یا نام دیگه دارد. از اونجا رفت که به طرف اون شهر برود. کناره رودخانه، کناره دجله رفت و کشتی ها بودند که از اونجا می رفتند. یونس علیه السلام از اونجا سوار شد به طرف همون شهری که در شام هست. وقتی که سوار شد، کشتی مقداری که رفت در دریا با موج و با گرداب مواجه شد و ناخدا ابتدا فکر کردن وزن سنگین است، اما بعدا بررسی کردن دیدن مشکل وزن نیست. ناخدا گفت هر وقتی که کسی از پیش آقایش بدون اجازه فرار بکند این حالت پیش میاد. لذا چه کسی هست؟ مسافران چیزی نگفتن، یونس گفت من هستم. متوجه شد الله عزوجل ناراضی هست بر این رفتن. گفت من هستم. اونها گفت نخیر، شما نیستید، شما انسان بزرگواری معلوم میشید. به هر حال قرعه کشی کردن، 3 بار قرعه کشی کردن. فساهم فکان من المدحضین. یعنی قرعه انداختن، نام یونس در آمد هر 3 بار. لذا یونس گفت که متوجه شد که رب راضی نیست. گفت پس من از اینجا خودم را می اندازم. انداخت خودش را در دریا. ماهی را الله آماده کرده بود، دهانش باز بود. بمحض اینکه تو آب رفت، مستقیم تو شکم ماهی رفت. و الله عزوجل اونجا برایش انتظام تنفس و انتظام زنده ماندن کرده بود. یونس وقتی که در شکم ماهی قرار گرفت و خود را زنده دید، متوجه شد که الله عزوجل او را گرفتار کرده، او را فعلا زنده میگذارد. نمیدونست تکلیف چی میشه. لذا یونس شروع کرد به تسبیح خواندن، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یونس علیه السلام مدتی در شکم ماهی بود و همیشه تسبیحات میخواند. بعضی تفاسیر نوشتن 40 روز، اما بعضی از 3 روز نوشتن. بعد از 3 روز الله تعالی دستور داد ماهی او را به کناره دریا بیندازد. او را انداخت و یونس علیه السلام مثل پرنده‌ای که، جوجه‌ای که تازه از تخم میاد بیرون و تمام بدنش، بر بدنش هیچ پری نیست، بدنش لخت هست و بدنش نرم هست و هیچ حال ندارد. یونس بی حال بود و در شکم ماهی چنان حالتی پیدا کرده بود.
علی ای حال الله تعالی شجرة من یقطین که یقطین را گفتند بوته یا درخت کدو هست که برگهای بزرگی دارد، اون تعیین کرد برای اینکه یونس علیه السلام به سایه او و در کنار او باشد که الله اعلم چه شکلی و به چه صورت بود. یونس علیه السلام در سایه او مدتی قرار گرفت تا الله عزوجل اون درخت را یا خورشید را وسیله قرار داد تا مشکل بدنش حل شد، مدتی اونجا ماند. بعدا الله تعالی به یونس علیه السلام دستور داد برگردد به شهرش که اونجا 100,000 او یزیدون، حدود 100,000 نفر یا بیشتر از 100,000 نفر قرآن میگه اونجا در انتظار راهنما بودند، توبه کرده بودند. یونس علیه السلام برگشت. این داستان یونس بود. اما از طرف دیگر داستان قوم وقتی که آثار عذاب را مشاهده کرد و دید که یونس اونا را دعای بد کرده، این قوم از قبل شنیده بود که برای اقوام دیگه چطور عذاب میاد، لذا همه ترسیدند، همه همدیگر را گفتند که کار اشتباهی کردیم. پیش پادشاهشون رفتند، پادشاه را متنبه و متوجه کردند. پادشاه گفت همه بریم پیش یونس توبه کنیم، از خدا معذرت خواهی بکنیم. رفتند پیش یونس، دیدن یونس نیست، یونس ترک کرده بود شهر را. لذا گفتند بعضی از عقلا مشوره دادند که بچه ها را برداریم، زنها را برداریم، حیوانات را برداریم و بریم در میدان شهر یا بیرون شهر، ورودی شهر، همه اونجا از خدا عذرخواهی کنیم، گریه بکنیم، توبه بکنیم، شاید خدا رحم کنه ما را عذاب نده. لذا پادشاه با رعیت همه رفتن در یک جا با اطفال و زنان، شروع کردن به داد و فریاد، دعا و تضرع، به توبه کردن، به ندامت. الله عزوجل رحم آمد و توبهشان را پذیرفت، ایمانشان را قبول کرد. بعد از اون اینا دنبال یونس بودن تا اینکه الله تعالی بعد از این مراحل یونس را آورد. قرآن میگه تا مدتی بعد زندگی کردن و متعناهم الی حین، ما این عذاب ذلتبار در دنیا را از اونها برداشتیم و تا مدتی آنها را باز هم موقعیت استفاده و متاع بهره‌گیری از زندگی دنیا دادیم. این حین کی هست؟ بنویسه الی آجالهم، تا زمانی که مدتی که اجلشون فرا رسید. پس اینجا بعد از جریان یونس الله تعالی تسلی به پیغمبرش میده که ای پیغمبر من، اگر خدا میخواست همه اهل زمین ایمان می آوردند، ولی خدا تعالی چنین ایمان جبری را نمی پسندد. ولو شاء ربك لآمن من في الارض جميعا، من في الارض كلهم جميعا. اگر الله می خواست ایمان می آورد هر کسی که در روی زمین است، کلهم همگی، جمیعا. همون پایین بنویسید جواب این آمده قبلا، ولکن لیبلوکم، خدا میخواد امتحان بکند. افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. الله میفرماید آیا شما نمی پسندی مردم را، از مردم تنفر داری حتی که ایمان بیاورند؟ بدون ایمان نمی پسندی اونها را. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، حالانکه هیچ نفسی نمی تواند ایمان بیاورد مگر به اذن الله. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، رجس را یعنی شرک را، نجاست شرک را الله بر آنانی که عقل ندارن، یعنی دین حق را درک نمی کنند. لا یعقلون دین را، دین حق را، آنانی که دین حق را درک نمی کنند الله شرک را و نجاست را برای اونها مقدر کرده. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، الله می فرماید که بگو، زجر بر عناد کفار، ای کفار شما که عناد دارید، ضد دارید، نگاه کنید ماذا فی السماوات والارض،
چه آیاتی هست که دلالت بر توحید دارد در آسمان ها و زمین. شما از این آیات و دلالات توحیدی استفاده کنید. و ما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. اما همین آیات کارساز نشدن برای قومی که ایمان در تقدیرش نیست، ضد داره، عناد داره. و ما تغنی الآیات، نه آیات مستغنی ساخت و نه نذر، نه پیغمبران خودشون قومی را که ایمان نداشت نیاوردن، عنادن. پس آیات و نذر، آیات کتاب و پیغمبران نتوانستند که چنین قومی را وادار به ایمان کنند. حال تخویف اخروی برای این قومی که ایمان نمی آورند. الله می فرماید فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو، پس منتظر نیستند آنها مگر مثل کسان، واقعات و ایام کسانی که قبلا گذشتند. اینا منتظر عذابند. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. الله می فرماید شما منتظر باشید، من هم با شما منتظر. یعنی منتظر عذاب باشید. عذاب میاد، چنانچه آمد. عذاب که بیاد ثم ننجی رسولنا، این بیان سنت الله است و عادت الله است. الله می فرماید ما نجات میدیم پیامبران خودمان را. والذین آمنوا كذلك، مؤمنین را همچنین، مؤمنین را، کسانی که ایمان صادقانه به انبیا آوردن، اونها را هم نجات میدیم. حقا علینا ننجی المؤمنین، حق هست بر ما، تفضلا لا جبرا. این یک حقی تفضلی است بر ما که ما نجات میدهیم مؤمنین را. خب بعد از این الله تعالی توحید را در پایان، بعد از ذکر عذاب، بعد از تخویف، بعد از انذار، الله توحید را بیان میکنند. مسئله‌ای که به خاطر انکار این مسئله عذاب میاد، مسئله‌ای که به خاطر انکار این مسئله تمام مشکلات بر اقوام گذشته آمد. الله می فرماید قل یا ایها الناس، اعلام کن ای مردم، ان کنتم فی شک من دینی، اگر شما در شک هستید از دین من، از آیینی که من دارم، شما توجه کنید که این خلاصه دین من است. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، من عبادت نمی کنم آنانی را که شما عبادت می کنید بغیر از الله. این ترجمه لا اله است. لا اله یعنی عبادت نمی کنم هیچ خدای باطلی را. اونایی که ای مشرکان کافران شما عبادت می کنی، من نمی کنم. لا اله الا الله. الا الله ترجمهش هست ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، اما من فقط و فقط عبادت می کنم الله را، آن ذاتی که شما را یتوفاکم کامل میگیرد، شما به ملاقات او می روید. و امرت ان اکون من المؤمنین، من امر شدم من جانب الله اینکه از مؤمنان باشم، اینکه به خدا ایمان بیاورم، و نه تنها ایمان قلبی بلکه و ان اقم وجهک للدین حنیفا، اینکه خودت را، چهرهت را، ذاتت را، نفست را قائم بگردم برای دین حنیف، یعنی برای توحید خالص. کاملا دلت را متوجه توحید و ایمان بگردن. ولا تکونن من المشرکین، و اینکه هرگز از مشرکان نباش. به من امر شده، دستور داده شده که ذره شرک نکنم. ولا تدع من دون الله، الله تعالی اینجا میگوید که غیر از خدا هم کسی را نخوان. اینم ادامه امر و دستور هست و دلیل فلا اعبد الذین هست. ببینید من کسانی را که شما پرستش میکنید، من اونها را عبادت نمی کنم. چرا؟
چون که ما لا ینفعک ولا یضرک اینجا دلیل بیان شده. پس الله گفته اونها را فریاد نزن، اونها را نخوان. والمعنى لا تدعو ایها الانسان من دون الله ما لا ینفعک. تفسیر خازن: ای انسان هرگز صدا نکن، هرگز فریاد نزن. ولا تدع من دونك من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الله می فرما بغیر از الله فریاد نزن، صدا نزن و نخوا، حاجت نخوا از آن معبودان باطلی که لا ينفعك ولا يضرك، به شما نفع نمیدهند، به شما ضرر نمیدهند. یعنی عبادت آنها هیچ نفعی ندارد، ترک عبادت آنها هیچ ضرری ندارد. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. اگر بالفرض این کار را کردی، فإنك إذا من الظالمین، همانا تو از ظالمین خواهی بود. نباید غیر از خدا کسی دیگر را ندا کنی، فریاد بزنی. حال و این یمسسک الله دلیل ولكن اعبد الله هست. اونجا گفت که ولا تدعو من دون الله، و دلیل ولا تدعو من دون الله آمد چون ما لا ينفعك ولا يضرك. اما ولكن اعبد الله الذي، دلیل این چیه؟ دلیلش اینه و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله به تو ضرری و آسیبی برساند، هیچ کسی نمیتواند او را دور کند بغیر از الله. و این یریدک بخیر فلا راد لفضله. اگر الله به تو اراده خیر داشته باشد، رد کننده فضل الله هم نیست. کسی که فضل خدا را بخواهد که جلوش را بگیرد، جلوی خیر را بگیرد، نمیتواند. یصیب به من یشاء من عباده. الله خیر را میرسانه به هر کسی که از بندگان بخواهد. و هو الغفور الرحیم، او بخشاینده و مهربان است. باز هم در آخر سوره ترغیب به توحید بود. تمام سوره به خاطر همین مسئله هست، تمام دلائل، تمام واقعات گذشته. لذا آخر نتیجه میگیریم قل یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءكم الحق من ربكم، حق از جانب رب آمده، یعنی توحید، یکتا پرستی. فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه. هر کسی که هدایت بشه جزئی نیست که این هدایت به نفع خودش هست. لنفسه یعنی یعود نفعه الیه، نفع این هدایت به سوی خودش برمیگرده. و من ضل فانما یضل علیها. هر کسی گمراه بشه، گمراهی هم به سوی خودش، یعنی یعود ضرره الیه، ضرر گمراهی به خودش برمیگرده. و ما انا علیکم بوکیل، من پیغمبر برای شما وکیل نیستم، یعنی مختار نیستم، در اختیار من نیست، در اختیار الله عزوجل است. واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم الله. این دلیل وحی هست. الله می فرماید ای پیغمبر شما از وحی اتباع کن، شما مو به مو، قدم به قدم از وحی الهی راهنمایی بگیر و اتباع کن. واصبر حتی یحکم الله، تسلی هست، صبر کن تا اینکه خداوند فیصله کند. خداوند چه فیصله می کند؟ بالنصرت علیهم، که شما را یاری می کند بر کفار، شما را الله غالب می کند. یا بالامر بالقتال، فیصله خدا چیه؟ به شما اجازه جنگ میده، اجازه جهاد میده. و هو خیر الحاکمین، الله بهترین فیصله کننده است. فیصله الله عزوجل برای شما از هر فیصله بهتر است.